بر مقابل آرژانتین در بازی آخرین مرحله 4-1 به میدان رقابت وارد می‌گردد. تو یکم بار مغلوب نشد، 4 بازی 4 غلبه و قزاقستان باشد تنها در بازی یکمی گروهی بازی رو مساوی انجام داده بود با اسپانیا. دسته‌ها شناس می‌کنم پنجگانه منتخب قزاقستان چنین است. ایگیتا دروازه‌بان رقم بین هجوم منتخب آرژانتین، امکانیت ضربه و تو بالاتر از دروازه می‌رود. سر اول البته اونجا ایگیتا لوسیانو گاونا ضربه با طرف دروازه. چگونه ضربه قوی. پاسیو با کنار توسط کنار چپ این اول جریان دارد ارسال بعد داخل جریمه گل. ضربه به طرف دروازه. این ضربه از فاصله دور زده شد و چنان به نظر رسید که آماده بود. ضربه به خط هجوم، امکانیتی عالی برای بازیگران قزاق و خطا به کنار رسانیده می شود. ضربه و دروازه‌بان ایگیتا توپ را میگیرد، در حال هجوم را آغاز می‌گرداند، خود تا مرکز میدان میآید. امکانیت برای ضربه زنی، ضربه و این نخستین ایگیتا میتواند خود ضربه زند. ضربه و سارمیento این ضربه را برطرف میکند. دروازه ایگیتا خالی میماند ولی اونجا امکانیت برای بازیگران کشور قزاقستان پیدا می شود. ضربه و در دو حالت نیکولاس سارمیento. امکانیت نوبتی ضربه به طرف دروازه اجرا بگردد. لوکاس بالا جونیور پاسیو ضربه به طرف دروازه اجرا میگردد و سارمیento امکانیت نوبتی ضربه اینجا زده می شود و گل. پابلو تابوردا به ثمر میرساند. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم چگونه او یک رقیب را فریب داد و بعدا ضربه پس با خطی هجوم. اینجا امکانیت برای زدن ضربه به میان میآید و ایگیتا لیو چنگیز سینمانوف و این چه حالتی بود که به میان آمد. گل دوستان ارجمند. اشتباه دغل‌ترین چنگیز سینمانوف، بسیار اشتباه دغل میکند. میتوانیم متوجه بگردیم بار دیگر و با کلاودینیو تنها لازم بود که از فاصله نزدیک به خطا راه ندهد. و این بازیگر خطا نکرد. با دروازه اوکراین یک گل زد، دو گل با دروازه افغانستان دارد. امکانیت نوبتی و اینجا ضربه زده شد ولی توپ به ستون دروازه رسید. خوب باید داور قرار خود را برآورد. پنالتی تعیین می شود. پنالتی می شود. سر اول چنگیز سینمانوف خود به دروازه‌اش ضربه و به خطا این پنالتی را کوین آریتا اجرا کردن خیلی مشکل بود چون ضربه خیلی قوی اجرا کرده. قهرمانی را به دست آورد. ضربه به طرف دروازه خالی و گل. دوستان ارجمند میتوانیم متوجه شویم اینجا دروازه خالی بود و خیلی ضربه زیبا زد سباستیان کورسو. ضربه به طرف دروازه و گل دوستان ارجمند. دسته قزاقستان گل یکم خود را میتوانیم متوجه شویم بار دیگر. لیو پاس داد و ضربه ایگیتا از موقعش بیرون برآمد. اینجا ضربه به طرف دروازه. چرا اینجا ایگیتا این کار را انجام داد میتوانیم متوجه شویم بار دیگر که چگونه این حالت با گل انجام می‌یافت. با یک رستیش ضربه زد اینجا لوکاس بالا و به خطا انجام می شود یک ضربه دیگر و امکانیت بهترین برای زدن گل نوبتی و اینجا دوران تورساگولوف. بار دیگر مشاهده میکنیم تو به دست رسیده یا نه. شاید اینجا هم رسیده باشد. پنالتی و کارت سرخ و دوران
ولی اگر اینجا گل زده شود او نه بلکه نفر دیگر ضربه خود را اجرا میکند. کوین آریتا دوستان ارجمند، کوین آریتا و هر دو پنالتی به همون کنج زده شد. امکانیتی نوبتی برای زدن گل پیدا میشد و سارمیانتو این ضربه به طرف دروازه و اینجا به توپ نرسید. ضربه به طرف دروازه خالی و اینجا هجوم نوبتی و دروازه ضربه نوبتی یگیتا واقعا یگیتا ضربه و پالوتر از دروازه و همین طریق تمام دوستان ارجمند تمام این بازی جنببست می شود با حساب 6-1 منتخب آرژانتین بر قزاقستان پیروزی خود را به دست می آورد. همه گل‌ها در قسم دوم زده شدند. ماتیاس روزا، آنخل کلاودینیو، کوین آریتا، سباستیان کورسو، لوکاس بولو آلمانی و کوین آریتا.